نکته بسیار جالبی که در این اثر استاد وجود داره این است که 3 تا حرف ف در موقعیت‌های مختلف کنار هم قرار گرفتن. یه توضیح مختصری من راجع به اینها عرض بکنم. اون که اینجا حرف ف در کنار یک حرکت عمودی قرار گرفته، لذا این سر فا با زاویه عمودتر نوشته میشه. اما در این قسمت حرف ف در کنار یک حرکت خوابیده تر قرار گرفته، لذا این حرکت کمی بازتر نوشته میشه. و در اینجا که حرکت بعدی حرف ف یک حرکت افقی هست، اینجا با زاویه بازتر نوشته میشه، یعنی خوابیده تر به سمت راست و به تدریج. در جنبندی باید عرض بکنیم زاویه حرف ف در اینجا عمودتر، اینجا کمی خوابیده تر و اینجا بیشتر خوابیده به سمت راست میشه و این قسمت سر ف بلندتر هست و اندازه سر ف هم جهت ایجاد تناسب بیشتر با این اندام بعدی که بزرگتر هست درشتر و بزرگتر نوشته میشه.